صدمت گفت دوچار شدیم. گفتم باز به یگان مشکلی دوچار نشود. خیلی دوستش میدارم، خیلی نمیخوام دستش بکنم. من تا این روزه فرزند پدر میگفتم. رجب علی ایبرانی. فقط هم کربور میجیم با دم بگی آخی آچه. های زندگی همیه بچم. آچه جانی من چی حال داری؟ تین شکری خدا. اومدم که اخر سم فروختم آچه. اه؟ چه؟ گوشی نفروختم آچه. چی؟ گوشی من فروختم آچه جانی. خیلی باید تنگی نمیکرد بچم میست و در یک کنج خونه. اوچه جان این 3 بار و 4 بار بود ویران شد اوچه. همین اوستا با اوستا میگردم دیگه. همین در اوچه یک از 30,000 ده سعودش کردیم رفت اوچه جانی من. یک کم؟ یک اوچه همین خیلی این موشین 50,000 میخری 60,000 میخری 30,000 20,000 هم خیلی میفروشی. خیلی چکو کنیم اوچه جان. اینا زوم شو آوردم اوچه. نگاه کنیم اوچه جانی من. خب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 اوچه جان. این 15 طرف قپین من 10 تاشه اوچه جان خراجات کم. یعنی 5 تا که دیگه در کیسه میمونم قطعی میشه و 30 تا. این 5 تاکش برای ما هم اوچه. او را یک روز ده نابود میکنی بچم. بیا ماندم اینجا یکان ماشین ارزان میابی میخری. اوچه اکا من نگه که من ماشین مفروختم که با مرا پول میگه. با میگه که دلار جان فلان کرده پول در کره فلان چی در پول در کره التماس نگه. مالی اوچه ایام بیزو کن همین تو چه لبا کشان یعنی خونه دای مکد ده بچه گفتی که نیم ساعت بر وقتها زنگ میزنم. یه ساعت یک نیم ساعت گذشت همونجا را گرفته این با گردم توخی من میدونستم که میگیری اوجا را که او عبدالرحمن من زنگ زد میگه که اوجا را گرفته اگر اونجا زنی تا اوجا را یافت اینا پول مقصد زنگ کرده اگر کی گرفته باشیش بهترین کردی که هازی من میام با هم ورزو با میام که تمام همون دچه اینه دیدی بچه با جوره بازی علاکه جوره هایت فهمیدن که تو ماشین فروختی ها؟ میری در یک روز نیست نابود میکنی. خیلی ما اگه جوره هم یاد جوره هستن که ما قطعی هم میخریم و قطعی هم میخرن هم خیلی خیلی که دنیا اوچه جون. توکلت به خدا بچه. خب اوچه التماس نگه نمو اکه ما نگه. بچه نادانمه. این مادر خوبی جون رفته باشه خیلی. بیچه فسون کده؟ خیلی اگه هم باید اگه چیزایی که اینجا باید میگردی نمایان باشی نمونه باشی. بسیار ناز یکی میدونه که من یک کمتر مشکلی دارم کمتر پول در کره نه برومدنی بدم یک مراجعت کردنیم یک چند نفر دارم یکی هم خدا خطاوه با این سر لباس دیدم بسیار زیبا خیلی اوضاعی روحیت بالیده خیلی با برادری و چی گفتنی گپ عوض نه که خیلی مشکلی من مشکلی بسیار از این یک کمتر پول در کنده چه خیلی کنید؟ باور که اکا میتونستم بجان دیل یکی 10 دیرم ها ندارم در کسم اینه این کسم نمیدونم چی دارم اکا یک شونه دارم یا آینه نه جان مانی آینه و شونه تا ما جدید گفته است همه دودر ما در پول در کره مشکلی بسیار وزمین دارم اکا جان ما هم جدی گفته استم ندارم یک 20 دیرمه ندارم 10 دیرمه ندارم اکا اردم جانم داشته باشم میدونی که با جان و دیل یکون مشکلی نداره نکی ندارم اکا
الان مسابقه که مشکل فخر حل کرد. با مقطع دیدم شیمه کستم تا فراشتروک بریم تا شروع کرده احتمال اکار مشکلی ما آسان میشه چی؟ خیلی پناه بخدا. پناه بخدا که برای که خیلی کار کنی نمیشه ببینید از این تلفن دستی شما فقط برای ویدیو تماشا کنی یا زنگ زدن نیست. شما میتونید توسط هم تلفن موبیلتون در خونه بشینید، از خونه نبروین. کار فعالیت خودتون بیزنس خودتون پیش برده در یک ماه کم از 3000 سرکرده تا 15000 تومان پول به دست بیارین. برای به کار قبول شدن شما در دیپلم لازم نیست، زبان خارجی دانستن لازم نیست، یگان کس التماس نمیکنین، یگان کس یگان دیرم نمیتین. دانشجو دخترکا 100% میتونید کار کنین. اپایی که در کارخانه دولتی یا کارخانه شخصی کار میکنین شما هم 100% میتونین. فقط در روز 3 ساعت وقتتون صرف میکنین و هر ماه هم خیلی معاشای بهترین قبول میکنین. برای به کار قبول شدن شما چیکار میکنین؟ واتساپی دایرکتری شرکت فابریک اپای نودیراجون دکینم پایان داموندگی اینو دودرکتون راجوال ایبرانی حاضر کک مینویسین. اپای ما تمام نوزکیو کار نقطه به نقطه شما را یاد میتونم میفهمونه و شما را میتونه که در آینده معاشای بهترین صاحب بشین. در شرکت فابریک کار کردن چه خوبیا داره؟ 21 روز پس معاش میگیرین، غیر معاش میگرفتگیتون هر ماه توفه میگیرین و این چونین وقتی شما 2 ماه 3 ماه در شرکت فابریک کار میکنین دایرکتر میشین، در این حالت 20000 تومانی از جانب شرکت توفه میگیرین. این چونین یک چلای طلای دیگه از جانب اپای نادیراجون. برای همین حرکت کنین، کار کنین و نگفتن همون وقتی که شما در شرکت کار میکنین و تولد هر یک فرزندتون میشه با برای تولد هر یک فرزندتون 10800 تومانی دیگه از جانب شرکت توفه قبول میکنین. حرکت کنین، واتساپ یا پیجان این مود بنویسین و کار آغاز کنین. ای بچه ها هیچ ترموش نکنید. خودت چیکار کردی دادا؟ ای کامرا اساسی رو امید ساختم زدی ماشین پاشو گوش که این راهوی ما راهوی کامل فرق داره فهمیدی؟ ای کا گناهکار گناه تا بکلا بگی. علی دادا ما گناهگار درست گناهگار یکی تام یا مده فیوت کوفی گوش که او خگا نیست همین اوهان برقرار میشه ما میره برقرار میکنیم نکی دادا احتیاط که فکری سوسی تاکه انا خگاب زنی نخه که گناهکار این بود دودوتون در هوا شید گناهکار شید تمام بشی ماشین داد وزی ما چی میکنیم اگون حجت تبتیا که ماشینت مالش میارم هم حجت نگه نکی تو برقرار چطوری شوفیوره نه ما خیلی یگام چی میگن فریبگار نیستیم بشی بعد آیسته احتیاط که طرفتر گی زادی شب او ستر نمیگویا که یا زیاد نزد دادا حالا با کی باشه؟ لا با این هازی اومدم را بچه‌م با کدلی این هازی اومدم از من پرسیدم لا با سلام علیکم سلام علیکم یک ساز اکا خوب اخمق مکردی نه اکا این مرتب بیا مادرم اینجا داره میشنوه دلش کم میجه خراب مشکل جورا جان ما گفتم ها یه هفته مهلت گفتم یکی همین پول نشه جورا برای همین بخشش تو خیلی یه جورا رفتیم خشته برا گفتیم همین درست گپ هیچ کپل ندو برای همین یه هفته که گلت جورا جان اکا دلی خودت مرا 5 روز گفتی همین خبر درسته چند روز شد اکا یه هفته میشه یک هفته شد اکا دیگه اکا جان نمیتونم یکون روز مهلت دودا خودت میدونی که ماشین خودم نبود امی یک هفته هم توقعت کردنم به خاطر که هو رئیس در خارجه ای کار خبر نداره با هم خاطر مخته یک هفته هیچی نگفتم اکا نه که 2-3 روز پس رئیس میگردم میام چی جواب میگم خیلی نمی بخدا باور که نمی به همه یک دو نفر بودیم خشته بار یا رفیقی نشیده میکنه
خیلی چکو که نصیب تقدیر بود است نمی حال نمی من میفورا که همین صدمات تقدیر نصیب بود است کی دلیر یک هفته نه شما دا 2 روز دیگه مهلت اکا برای که 3 روز پس رئیس خارجه میاد اکا جون 1 کیلوش کنید سوما برقرار کنید نتونستین با ما مجبور میشم که اکا اون روی دیگه خطی سوما بگیرم خیلی جورا جان باور کنی اگر دیگم امکانیت ندارم هیچ امکانیت نیست همین یک راحتش پوشم من کار بود میکنم ندارم خیلی اکا خویا خیلی گاف زیستی ما چیکار کنم اکا ما کسی خودم رو سوما بتونم اکا خیلی جورا جان مالش کوشش میکنم تماس همین مادر نفهمه قدر مزهش نیست به خاطر که مادر نفهمه شما دا 2 روز دیگه مهلت مال خمام خطان میگیرین میورین اکا فهمیدین اکا جان میبینم مال مجبور نکا اکا که ما می کارا با یگون سودبازی و با اون کار دیگه کنیم اکا اکا گندگی را هم میتونه اکا دیدم که خودت معامله خوب داری اکا با این یک هفته شد ما خطای چی نگفتم باز یک کس دیگه باجی ما میشید باز کار ده و سودبازی و دیگه و دیگه رفتگی بود اکا همین کار خوبه تماس که جورا جان مالش میبینم حرکت میکنیم خیلی بکنیم نصیبمان چیه برای هم اکا جون خیلی اختصاص روز میفهم 2 روز دیگه مولد اکا خودت اکا بگی سوما با جای کارخانه را بگی بیو سلامت باش اکا من یا پلاچوی میگم نه هزار آمد اکا مو مسئله سوما بی دیگهش توره من تینجی بچه چجور هیچ گم نیست شما فکر سلامتیتون کنید او خیلی تینجی بچه هم هز ما ایمونجا شنیدم گفتن در مدت 2-3 روز نبیاری وای صدمه گفت چی گفت با یکون جریمه ندوزنی و برده محکم نکنه بچه هم او چجور همون مسئله صدمه که حل شونده حلش میکنیم همین 10-11 هزار یکون تاو ترک گفته میوهیم تیمش میره موقعی اگر پولم ندیم حیاتی بچم نیست مجبورم ها همون پولی دوده را کم و بیش در دستم بود فرزند پدر دادر پول ندارم پول نیست خودت گفته یا میتیم همون پوله برده کارتا تیز اجرا کنو یکی جونی اوچه زود برگردم همون دودر تا میدونی کو با جنگ و جنجال میخیزونه و همین جده یک دل سیاهی میشوه همون پوله برو زود کارتا به انجام رسانو یک مدت کوتاه دبو بیار تی بچه فهمم چجا فهمم شما فقط غم نخورید مایلش سلامتی خودتون احتیاط کنید همش میشه چجا بپروا مایلش حل میشه چجا مایلش میبیارم الو سلام علیکم سلام جانم چخیر شما خیلی از سلیمه سوازم شما چخیر رنگ خودت جان هم یک جدا ششتگی هم شیرینی زکاس کردم باز ششلیک هم خیلی چیزای دوست داشته رو زکاس کردم ولی به شما قرطکم نمیگذاره نمیایی؟ باور که منظور جان سخت میخواستم حاضر در پیش باشم نه که همین روز چی کردم ماشین قد یک ماشین کم طرف خراب شدم خودتون سوزن؟ ها خدا را شکر من خودم سازم کم طرف ماشین ویران شدگی میره پیش اختا وردگیم روز دیگه من خودم حاضر خطا زنگ زدنی بودم اکه من همین وقت یگون دخته سون پرستگی نیستم گفتم اگر یگون خیلی وضعیتی خود یگون سون پوندوری دستگیری کنی جانم عزیزم این چی گپه؟ این چی گفتنی گپ است؟ البته میدیم نخواهیم شما سخن کنید و من ندیم جانم عزیزم شما میدونین سلطان قلبمه خیلی زیاد دوستتون میدارم من این مشکلی شما حل میکنم علی جانم من هم ترا دوست میدارم خیلی چی میکنم از منظورا جان نمره کارتم روید میکنم ایله امو چند قیتونی خیلی دستگیری کن چند قدر کش موده؟ اگه ما دا بسیار در کرای خیلی خطا چند قیزور برسه ما دا 10,000 در کرای
مالی جان حال میکنم خوب خب مال خیلی جانم چیکار کنم باید مشکلی این رو حل کنم خیلی دوستش میدارم خیلی نمیخوام این دستش بکنم ولی چیکار کنم آه البته حل میکنم الو اولا بجان السلام جان سلام جانی من چه شما هست؟ میشه شکر خوب تینج جان یک جا اشتگیم میتوانید آمده کجا دایی؟ امین الکبیر است که همون جای مشکلی دارم باید شما را از پیش ببینم التماس من میم برم فقط التماس جانم سخی نکرد التماس خواهش میکنم فقط خوابی بولیده خدی باش حاضر من پریده میام من جا انتظارم خوب خیر صد آمد سلام منظوره بانو سلام جانم چه شما؟ خوب گفت منظوره جان چی مشکلی بوده تو باور که رسیدم که نمیدونم در هزار فکر در سرم رفت شما چای رو میشید که میزنیم خوب؟ دیگه چی رو دارین؟ خدا را شکر تینج گشتیم سلامت باشی رحمت جانم خب گفت من مشکلی تو را گوش کنم چی گفت بوده؟ بخیر بوده و خیر؟ میدونید چی راستی ایزا میکشم ولی منظوره من برای تو بیگونه ایم نه جانم میدونید چی عزیزم و من یه مشکلی اویلوی دارم و من یک 10,000 سومان لازم است اگر توانید داده 10,000 سومونیا منظوره بردار سرتا بخند تمام حاله یوخی براستی؟ براستی جان رحمت جانم یک چیز را فراموش نکرد مشکلیت این مشکلی مای مادریت اویلایت اویلای مای فهمیدی؟ رحمت جانم خب اصل بخی بگرد تو سر حل میکنی میشه بخی؟ نشه خب صبره فکر میکنه که چون قدوسش ندارمش که زورش ندارش مردگی پرابلم نبود کنی میدونم چی کنی خیلی شیرینی گیری؟ نه از من زکست کردیم گفتم که بیارم یا برای صبحم کردیم خوشا جانی ما چی خیلی؟ میشه بچم نقص تینجا یا ما؟ تینج گشتیم چیکار کنیم و نیم ساعتی دیگه ما پولا بیارو چه جان پول؟ همه شامی 15,000 دادم کو چه جان و داشتی که در دستت الکی تمام شد او چه او بر وقت تمام شد او چه در نام سرقه تیسر پولا بیار که بچه انتظار میدونی چی بچم وای برادرت در پول لازم شد راستی گفت صدمه در گفت دوچار شدیم گفتم باز به یکم مشکلی دوچار نشوه برای همیقه خیلی پول تیار بود در خانه بود من زود برآوردم دادم گفت که میبیارم یا 2-3 روز پس التماس کرد گفت که آورده در جاش میمونم و چه جان خیلی برادرت میشه جانی و چه چند جان نکن میبیارد آخی اوچا جان بس بدگیس ما به خاطر شما 10 بارا 100 بارا مشکلیاشو حل کردم پول داشتم دادم بلی بازیتنم دادم تلفنی دست ما دادم بس اوچا تمام ما برم آری ها مالش جونیو چه آروم شد آخر تا پیش همسایه شرمنده میشه تا برادرت میشه چی با شرمنده میشی؟ چی با شرمنده میشی؟ ما پول خودم احتیاج دارم اوچا جان باید مشکلیش خودش حل کنه اوچا مشکلی او را باید من حل کنم باید با پولی من حل شوه چی داد میزنی؟ چی داد زدستی؟ چی گپه؟
همون پلو را میگو بچم. گوش که اکا شد. گوش که اکا همین مشکلی میکنی صدمه میکنی زنت بیمار میشه فرزندت بیمار میشه و اکا مشکلی تا خودت حل کن. دادر من تا این روزه فرزند پدر میگفتم دادر میگفتم جان و جگر میگفتم اینمی صدمه کردگی زیق بدم اوزان به جا بود اشتیا نداشتم یک پیاله چای خوردن نمیتونستم یکی امروز حس کردم فهمیدم و از همین صدمه راضی شدم که من صدمه کردم با امر خدا یک و یگانه که انمی صدمه را به سر ما آورد و توسط انمی صدمه چهره اصلی برادر ما شناختم انمی دقیقا به از روی برادرم انمی صدمه کشاد تا امروز ما برادر گرفتم رجب علی ایبرانی